پس الان بایستی به دنبال صحیح کردن این آرزوها بود. هر چیزی که به ذهن انسان میاد مگه انسان باید بدو و دنبالش؟ بررسی میخواد، فکر کردن میخواد. به قول اون آقا میگفتش که رفتم خدمت حضرت آیت الله بهجت، گفتم که آقا من میخوام 1 سال برای بحث علمی تحقیقات برم مثلا دانشگاه فلان آمریکا. حضرت آیت الله بهجت فرمودن برو 1 سال فکر بکن، بعد از این 1 سال ببین که درست رفتنت یا درست نیست. یعنی میخواستم بفرمایند که اول اندیشه بکن، ممکنه این یه آرزویی باشه تو رو به جاهای دیگر بکشانه. تو چه میدانی؟ اگر واقعا حقیقتا فکر کردی دریافتی که رضای خدا درونه، با کله برو، هیچ هم نترس، خدا هم مدد میرسونه. اما اینکه انسان همینجوری حرکت بکنه، یعنی خوشش میاد، روی هوا هوس داره میره، اون انسان گرفتار میکنه، بهره هم نمیبره، تو خالی میشه. خیلی ها گرفتار این معانی هستن.